چیه؟ چه درک از اینه؟ عباس! 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 گیلا! بیا اینجی بده. بله بابا. نگو چیه؟ یک کتابچه قلم ورده بیاره. کتابچه و قلم. او چرا بابا؟ خود تو چی کردی تو وقتی ورده یک کتابچه قلم ورده بیاره؟ خب شما بگین آخی چه کار میکنه کتابچه و قلمه؟ ویسی سوارشی که دارم نوشته کنه. آها به چی خاطر؟ میشه بمورم. خدا نکنه بابا. ما هم مرگیم میفهمی؟ خب اموردن میفهمی دیگه همه با دیگه. میرام میره. خب خدا نکنه اینه. بابا میگم میشیم ما بمورم. وخی گپ کم کو گیلک به کجاه؟ بگو برای کتابچه بیارم. وخی کتابچه قلم ورده بیاره. او گیلا کنجگاه بیل میزنه دیگه جوار تیار میکنه. برام صدا کو که بیای. اردی بولار باشه میجی. بابا کار خب میفته که با ما بگین همه نشته میکنم. او هم اینجا شیشته باشه یا نه؟ آه بابا باشه ما جق کن. تو بله بابا بیا. بله بابا. بیا مدی. الله جو. همه جوار درختی بود بکندم بابا. چند تا نواله بود بکندم. همه درخت شما گفتیم خوش شده. خوش شده بیدا بکندی. بیا دی کتابچه قلمه. نه بابا. چی بابا عباس میگم من چون پیار میگم بیا وصیت و سفارش نوشته کوچی. چی مثلا؟ همی وصیتی که از چیزی که دین به گردن شما میمونه بعد امیر بعد انجام ده شما. میگم میشه بمورم. دیگه ما شما هم بریم مردانه. بفهمیدی؟ تو بخی هم یک کتابچه قلم بیاره. بابا این گوشی داره شما. خب در که گوشی خواهم میگی. بابا شروع کرده. بابا شروع شد داستان ها بابا من. چی نوشته کنه؟ سیکو بسته که بابا. بگم بابا. روزی که بمردم. کدو روز خوب کی مثلا؟ هر روزی که مردم. هر روزی که مردم. نوشته که هر روزی که مردم. دیگه تمام حق همسایه قرمات خیشا همگی خبر میکنه. اونا بیدوی دیگه پا میایم بابا به خاطر خوردن هم باشه میایم. درست عباس؟ آها نوشه کردی؟ سر کنی. شما نگفتیم بابا اگه خسور بریم محمد اگه نابهیلون که سال تای بود مر بگیره. همین نداره باشه بیای. او هم بگیره؟ بیای. دیگه دنباله یا بابا پای دنباله یا جلوه؟ یاد دیگه پار. بگین دیگه بابا. همون روز اول که بمردم 100 دونه گوسفند به ما بکشی. روز اول که بابا بمرد 100 تا گوسفند. بابا یار کاش که زودتر بمرین. خود چرا؟ باور کنی اگه ما به تیری شما تال دیگ به تا گوشت به تا دیگ ما افتاده باشه ما کور باشیم بابا. 100 تا گوسفند. بله. بابا نوشته که روز اول که بابا میموره 100 تا گوسفند. آفر. تا به 7 روز همیتون روز دیوم 4 تا گوسفند. 4 تا. بابا ایلا بابا. با جیگری از من مال به تو بگم. بله یا از تو نه. اون روزا به هر گوسفند کشته میشه برات روده میگشتی. حالا جیگر رو از تو نه. نوشه کردی 4 تا گوسفند. یعنی تو من روده خورم بابا سعی کنیم به حقم توهین میکنه. همه جو گوسفند کشته میشه برات روده میگه. حالا گپا شما گوشش نگیره گپا خوب. نه خود تو چرا به من روده خور میگه؟ من بوزیون که روده جمع کنی روده جمع کن. چه باشه کلونتر دیگه گردن من باشه مال به تو بگم تو خودی من خور ندیدم. بلیا. بفهمیدی؟ بقصاب میگن جیگرای از من. مالک بیدست بزی باشین دیگه.
کدام تابشون دم تابشون بابا. از بابا مالی بگیم بری این واسه دیگه نوشته دست رو کو نمیگیره. بابا گردنم بند باشی نوشته نکنیم پیار رو بچه شما دست نیو تو رو دست تو رو دست بگی تو. نوشته کو گپ کم کو بابا نوشته کنه بچه شما نمایه که نوشته کنه جیگر از منه بگم از اول تا آخر هرچی گوسفند نگو. میکنی جیگر نمایه از از نگو. اول تا آخر همین جیگر از تو منه 4 تا جگر میخوری این ولد روده میگه نه بابا جیگر ما چه کار گپ کم کو دیگه بگی نوشته کو بابا چی نوشته کنه این به جیگر چی روز را بابا تو چی باید چی روز سیوم جیگر نه رو سیوم یادم بابا می جیگرا موضوع معلوم شه سکو دو تا باشه جگر بابا به خود از جگرها دو تا است و دو تا ازی نمایه چرا دو تا ازی جیگر راست میگه میخوره تقسیم بندیه. رو دو ازی هر چهار یار به بگو. تقسیم بندی کرده هر چهار تا رو دو میگو ازی عباس بابا بیا بشین بده دیگه. نزن. بیا بیا بشین بشی بیا چکیش به خیر خوشی هم این رو شما بچلی سبا شما رو قرار کرده خودی پیاخو میبرم بگم گوما مرد میکنم میفریشم میرم برای کار خو تو با بلدی گسپندا بفتادی خوندنی هم بخونی لیلا لیلا تو ای آرام جنوم بیا لیلا لیلا تو یار مهربونم بیا تو دلت بالا و پایین جنگه چی شد جنگه آی سر چی شد جنگه مندلا باشیم لالا تیاریم بخیریم آخی جانجوره شکر لیلا گوسپنده شما نه بلیا از ما نه ماما بله ما پیار ما گوسپند مایم من پیار ما گفتم ما که مردم من انا 3 تا گوسپند به روز اول بکشیم خب انا این گوسپنده فروشی نیه فروشی برو ما اینا رو بیاد سبا ما این ببریم به گنگ بفروشیم سبا میبریم مگه او خب دونی چنده اینا اینا برو دونی 8,000 9,000 10,000 تا با 15-20,000 هم داریم خب او خب بیا یک کاری بکنیم برای من چکار کنی شما اسم شما چیه اسم مکجی کجی او اسم من هم گله که ولاد پیار من خب چکار بکنیم برو چی چکار کنیم از چی چکار کنیم اعمال شما گفتین شما یک کاری بکنین خود چکار کنیم آها یک کاری بکنیم بیاین لالا چکیش تو سیکو تو خودی ما زید میکنم ای گسپن نرو بگندو ما با تو میگم این سگم از این سر همسایه اکدمی به قربان این دادم سگ هم مردی اونه کده خب ماما او پینتر ببینیم تو کمی پینتر برای این قلعه 1 ساعت 40 دقیقه رایه با بیلو انا بیا برای قلعه که دیگه به در سلامو خوب انا پیار ما 100 تا گوسپند مایم حتما 100%. 100%. ما مرا مخزر را به دروغ نبیری های ماما دروغ میگم به تو میفهم یعنی میگم میشه نخرم میخرم. میشه به قیمتی جور نیایم پیار ما صبح که بود اگه وصیت کردن گفتم حتما گوسپندار بخری وسیعت چی بکدم وصیت سفارش خور کردن که ما اگه به خیر خوشی مردم من مثلا شما گوسپند بخرین تا به 40 اگه تا خود من قرارداد کنین تا به 40 روز 5 تا 6 تا شما مایی یعنی ما خودش ما قرارداد میکنم به خیلی خوشی به اگه جتر پیار شما بماره کمینا دست از اینا گسپندا ما به بالای خب، بله. روز تا شوم همی جگا میشیشتیم بله بره آخه برو گسپندار بزنم که بیا بله من خودی هم میرین همه نمیا آخه نگفتم ما 100 ماییم همه بیا اونو نگه خواره نگاه در سلام آمینه خوبه نگاه دار 100 گوسپند پیار ما خوش میکنم برار من قرار که دیگه پولاتون میدیم برو برات کار خوبه خیلی را مونده شدیم آمده اوی نیم ساعت را میریم عباس دیله چی می چیز کن آره
چیه اینا؟ الان ما گفتم بگیر که از اینا خوش کنین صدونه گوسفند؟ آه گوسفند ما این چکار گیلک؟ من صبح نوشته نمیکردین گوسفند صبح پیار میگن نگفتن نوشته که روز اول که میمونم صدونه گوسفند پخته کنیم. خب و ستاقل که نوشته که تو بفتی گوسفند دوردی. برو ای بیام از سرم آره گوسفند دوردی و دست را. کی میاردم؟ با بیلا جوک برو جیگر تو بیاغلی. با بیلا که تو بیاغلی. دوری بیاغلی کمال نداری. خود دوری پا تو دوری پدری خب پیار ما و ستاقل نوشته که دال پیام زنده تو بفتی گوسفند کش که دوردی. چه فرق میکن زد بمرده؟ کجا اردگی؟ ای برو جو بیام من به سر زمین اینا ری میچلون و بیام گفتم پیار من 100 تا گوسفند مایم بخرم بیا که بریم خوش کنم 100 تا بخرم. برو بابا برو سرگردون کدی. بابا برو بابا. چه تو بیاغلی؟ برو با تو میگم برو بابا صدا که بیا پیلا اینا بده سرگردون تو. دروغ میگی نادونی نافهمی بیاغلی. معلوم. ما کوتا همه میگه تچک بیاغلی. چیل بدی که گوسفند ها میرم بدیم. تو نخریم نمیرم نه فهمیدی که بخرم که جیگرای از شکواره به تحصیل ها رفتی. بیاین بابا. آنه سکن چیز از گوسفند کش کرده. آنه بابا. سلام علیکم. چی؟ چکاره؟ گوسفنده که گفتین روز اول که ما با مردم مثلا 100 تا بستونیم بکشیم من بیچاره برفتم عزیزم اینا پی بخریدم. نیم ساعت ما را میری. مال بو مردم. ها؟ مال بو مردم. خب بابا زد بمونیم با پولای رمی بده کی بده؟ حالا بیا اولا پیان مزنده گوسفند ارده که واقعا دیوانه بودی. چرا؟ واقعا دیوانه بودی. این مسلمان از او سر دنیا کش کرده بیا ارده. و تو کی گو که تو برای پیش گوسفند بزن؟ بابا شما می صبح چای بخوردیم به تچه من نمدیم به عباس گفتیم من هم جخ کردیم از کار غریبی من بنداختیم گفتیم بگین نوشته کو بچه جان اگه بمردم ناله بیتر شما میته بشینه که یک روزی اگه شما بمونیم خو اینا رو میستونم جمع میکنم آره بابا جیگر من بیام آدم بخرین دقیق. کاکا جو کنیم راست میگه هم روزی که مثلا میگم ماسی که بمونیم اینا رو میکشم این که معلوم میشه تو به مرگم رزی که ما بمورم. بله یاد کنه بعد 100 تا گوسفند کش کرده بیا ارده. نه بابا خب مثلا خود شما نگفت برو بگو من نخواه خلیفه بله چکه خود تو دارم. بله تو دیگه به مرگم رزی که بمورم. نه خدا نکنه ایوا چه بابا گوسفند خوره؟ واسه دیگه به مرگم رزی که گلم گوسفند کش کردی. خب خود شما نوشته نکردین من نوشته کردم که هر زمان اگه بمردم همین دین به گردن شما نه. بابا بگو نه که برای مسلمان. ای کوکا جو گوسفند خود. افزریه و افزریه بابا گردن شما باید گل آخری مردی برو من دیگه برو. چری برو این دروغ گفته. گوسفند که خیلی دروغ بابا جیگری بیا ماده گفته پیانو مای بموره گوسفند بخری. اشتباه کرده آره برو. بابا بیا ماده ما نمیخری. گوسفند خیلی کوکا برو بده. بابا جیگر تو نخری. بده. راست میگه تو نخری خب بخریم بابا یکی بخریم برو. ای کو برو. بابا کرا پامر بابا دی من مغزر برو کاکا برو دیگه بله تو. شلم زردنی برو دیگه. برو تا خونه ما پیام ول زنده برو. من یک خیلی خوشی یک نگاه برای تو سکو که واسه میگه چی یارا بیان برو واسه کله. و چما کنم واسه می آبادم مشکلی میکردی. ماما جو برو به صلاح خب برو ماما برو که اصلا خراب که باز که تو رو تعجیب میزنم. سکو بابا سکو چی میگه سکو. بیا بابا برو. والله اگه ما برو مگاری بخریم. برو نمایی ما برو که تو من تمی جو لغت میکنم برو دیگه. کانم به بچوی به شما ندارم که رب بخور یاد کنی. برو که تو نکو بابا بده برو دیگه. بابا جوونه بده برو. ماما جو برو ما نمایی بیاید گوسفند بخریم بدویم. برو بابا که شما بیامدم که شما بابا بخریم. تو نمیکردی. خویی رای نمیکردیم. این بیاغلی اخوان. ماما جو برو به گوسفند نمایی برو. بیا سلام برو. اول 5 تا نیست تو دوست نمیبونه سر دریا پس برو می‌ره. دیگه. بریم بابا. مسخره کردی خو. مسخره که شمالی من برو دیگه. برو بابا خونه بریم بعد بریم. فقط فیلم شما زرداری شاپوری شما سر پلو خیمه گوسفند میکنی بخری. برو بابا جان ماما بیا سلام. برو من میام برو کیر کنم برو کله گنده تو به گوش برو در طرف تکتیک و پیار میخره برو فهمیدی یلا ندی ماما بیا بخاقه به خدا اگه برو ممید جو
چی گفته؟ داده خواهد بده من همون زنان میبرم برو کاخ لالا جیگر برو من نمیرو من نمیرو برو که تو مثل گوسفند داره میچرانم برو برو امالی من میسته تو تا گوسفند دارو برو اگه میشا خیلموکی برو برو خدا تو رو دیوونه کنه بخیر خلاص کردیمه تو مقدر فکر نمیکنی که بابا توی شیر به زنده بیارده کنه گله کنه بابا بکش درم با توی اینجا خف کردی ها چند تا تاکوشی بزن بزنه بابا جو بابا کنم یک لورگی بکن بابا بده باشه یک دیگه هوا کنم بابا رو به فکر ممتاز بزنه